دکتر عبدالحمید، ما وقتی در مورد الله سبحانه و تعالی در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میبینیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم الله را به عنوان السید نام گذاشت. ان الله هو السید و لا تقولوا فلان سید فان الله هو السید. از اون طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که ان ابنی هذا سید به حضرت حسن ابن علی رضی الله عنه و یا سیدا شباب اهل الجنه، دو سرور یا دو سید شباب اهل جنه. دوست داریم در مورد اولا الله و سید اذا نظر شما بشنویم، بعد که این حضرت رسول میگه سید نگویید فإن الله و سید، از اون طرف به حضرت حسن میگه سید هست و حضرت حسین هم سید هست. در این باره بفرمایید. به نام الله که بسیار مهربان است و بسیار مهرورز و تمام حمدها و ستایشها سزاوار اوست. پس او را ستایش میکنیم و از او درخواست کمک میکنیم و از او طلب مغفرت میکنیم و گواهی میدهیم که معبود بر حقی وجود ندارد بجز او و گواهی میدهیم که محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده اوست. اللهم صل علی. در اینجا قبل از هر چیز خدمت شما اساتید بزرگوار حاضر در این استودیوی آزاد و همچنین همه بینندگان عزیز و گرامی و دستندرکاران شبکه جهانی کلمه عرض سلام و ادب دارم و از پروردگار ذوالجلال میخواهم که توفیق عبادت بیشتر در این ماه مبارک رمضان و همه ما عنایت فرماید. آمین. و سوالی که فرمودی در واقع خیلی بجا و خیلی جای بحث است و اینکه یکی دیگر از نامهای پروردگار سید می باشد. السید به صورت با الف و لام، یعنی به صورت مطلق. سید ساده یسود سیدا و سیادتا، این از این ریشه، یعنی در واقع ما باید نگاه کنیم هر اسمی از اسماء پروردگار بیانگر صفتی است. وقتی که میگیم اسمش سید است پس صفتش چیست؟ سیادت صفت پروردگار است. جالب. اینجوری میشه. وقتی که میگیم اسمش خالق است صفت خلق صفت پروردگار است. وقتی که میگیم اسمش حمید است پس حمد یکی از صفات پروردگار است. بله. به این صورت یعنی به اصل مصدرش برمیگردیم. اون اسم مثلا سمیع اسم پروردگارش صفت سمع و شنیدن صفت اوست، یعنی هر اسمی از اسماء الله، هر نامی از نامهای الله صفتی هم درش وجود دارد. آفرین، بیانگر صفتی است از صفات پروردگار. به همین خاطر ما گفتیم صفات بسیار وسیع‌تر هستند. چرا؟ زیرا صفاتی وجود دارد که نام برای آن بکار برده نشده، نامی برای آن وجود ندارد. در نتیجه صفات بیشتر و وسیع‌تر هستند از اسماء. این نکته خیلی مهم است. مثلا میگه پروردگار الرحمن علی العرش استوى، پروردگار بر عرش بالای عرش است. این دیگه ما اسمی نداریم برای خدا اسم مستوی. مثلا میگویم خدا اسمش مستوی است. چرا؟ چون صیغه فعلش استوا برایش بکار رفته. نه، این ما نداریم. یعنی خیلی چیزهای دیگر هستن. مثلا پروردگار، مثلا ید الله، ید پروردگار، دست پروردگار. پروردگار دارای دست است، دارای دو تا دست هم هست. اما میشه ما بگوییم خدا اسمش ید است؟ معاذ الله نه. چون این موضوع مطرح کردید، ببخشید چه بسا شبهه‌ای در ذهن بیننده ایجاد بشه، بحث ید مطرح کردید. شاید این ذهنیت ایجاد بشه خدا مثل انسان ها دست داره؟ مثل انسان ها نه، مثل خودش. احسن. الله مثل خودش، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. کسی میدونه دستش چگونه است؟ الله دست دارد ولی چگونه است نمیدونیم. بله، چون و مکلف نیستیم بدونیم. ما همچنان که مگر ما وجود خدا، ذات خدا میدونیم چگونه است؟ نمیدونیم. پس نمیدونیم. ید هم صفت ذاتی پروردگار است، نمیدونیم دستش چگونه است، نمیدونیم پای خدا چگونه است. یکی دیگر از صفت پروردگار پاست، دارای پا است، قدم. بله. در سنت بکار رفته. یکی دیگر از صفات پروردگار مثلا چشم است، عین. اما آیا ما میتونیم بگوییم اسم خدا عین است؟ نه، صفتش عین، صفت ذاتی. یعنی چی؟ یعنی همچنان که ما ذات پروردگار نمیدانیم حقیقت ذات پروردگار چگونه است، در نتیجه نمیدانیم یعنی نمیدانیم
صفاتش هم نمیدونیم، کیفیت آن نمیدونیم. ما هر چیزی که خدا و رسول صلی الله علیه و سلم برای الله بکار بردند در کتاب و سنت روی سر میگذاریم و روی چشم میگذاریم، قبول داریم بدون هیچ گونه تفسیر و توجیهی، قبولش داریم. بله. ولی چگونگی آن نه ما میدونیم، نه هیچ پیامبری میداند، نه هیچ ملائکه مقربی میدوند. جز الله خودش کسی نمیدونه. کسی نمیدونه دست خدا چگونه است، کسی نمیدونه پای خدا چگونه است، کسی نمیدونه خدا چگونه است، کسی نمیدونه هیچ کدوم از این. در مورد السید میفرمایید؟ سیدم از ریشه سیادت یعنی آقایی. بله. سید به صورت مطلق یعنی آقای مطلق، سرور مطلق. جز الله کسی نیست. آقایی نه به جنس مرد بودن، بله. آقا بودن، به بله جنس بله. سروری. بله. سرور مطلق. آقا به معنی سرور. بارک الله فیک. شاید اصطلاح آقا در زبان به کار نبرد، در مقابل خانم قرار میگیره، اما منظور سروری مطلق. بله بله. سیادت مطلق. جزاک الله خیرا. یعنی تذکر بسیار زیبایی بود. یعنی آقایی در اصل آقا یعنی سید. سید برای پروردگار صحیحه. و آقایی که میتونه یه خانم هم آقایی بکنه، یعنی سروری بکنه. بله نه اون بله. آقایی جنس. اونم میتونه سروری بله برای در محدوده خودش سروری بچه‌ها رو تعبیر مرد به کار میبرن. اون خانم مردانی ایستاد، حالا گفتی میشه نه تعبیر مرد جنس مرد، بلکه شجاعت و سروری و در واقع در یک این حدیث را بخونیم که ظاهرا وقت خیلی کم شد. بله. در حدیثی هست که مطرف که عبدالله بن شخیر هست میفرماید قال ابي رضي الله عنه انطلقت في وفد بني عامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. میگه من با هیئت بنی عامر به سوی رسول خدا رفتیم. وفدی یعنی هیئتی، گروهی، مجموعی، به نمایندگی مجموعی میخوان به پیش رسول خدا آمدند صلی الله علیه و سلم. میگه در اونجا شروع کردن به تعریف و تمجید از رسول خدا. فقلنا انت سیدنا، گفتیم تو سید ما هستی ای رسول خدا. فقلنا أنت سيدنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم السيد الله. فرمود سید الله است، یعنی به صورت مطلق الله سید است. سید دیگری وقتی که کسی در معرض مدح و تمجید برمی آید و احتمال این که در غلو و اغراق قرار بگیرد، رسول خدا فرمود صلی الله علیه و سلم این حرفو نزنید، سید الله هست. این یکی. بعدا قالوا با او گفتند انت افضلنا فضلا و اعظمنا طولا، تو فضلت از ما بیشتر است، تو از ما بزرگتر و بالا مقام تر هستید و اینا. رسول خدا فرمود قولوا بقولكم او ببعض قولكم، یعنی حرفایی که بین خودتون رد و بدل میکنید زیاده روی نکنید در مورد من، افراط و زیاده روی در شخصیت من نکنید. او قولوا ببعض قولكم یعنی بعضی از این حرفا را کنار بذارید، زیاده روی نکنید. بله، چون وقتمون دوستان چرا میگن وقتمون از وقت در واقع این نکته آخرش لازم است. لا یستجرینکم الشیطان، میگه نبادا شیطان شما را گام به گام به افراط بیشتری برساند. پس در نتیجه سید شباب اهل جنه اشکال ندارد، او سرور جوانان است به صورت مقید است به جوانان. مثلا رسول الله میگه انا سید ولد بنی آدم ولا فخر، من سرور و فرزندان آدم هستم، فخرم نمیفروشم. مثلا یا حسن سید است که در بین دو مجموعه بزرگ از مسلمانان صلح درست میکند. این سید به اون معنی مقید، به صورت مطلق فقط الله است و در صورت اغراق و زیاده روی اجازه نیست. متشکرم دکتر عبدالحمید عالی. در واقع مثل صفات دیگر الله، مثل الرحیم با مطلقش فقط خاص به الله، اما میتونه یک انسان رحیم باشه.